یه مال همه چوار آخه بزن و خمیارته چه خیلی انسانی آخه عقل نداری؟ آرام شو لیمت، آرام شو لیمت. گوش کن، اگر یک خور در پای سومن میغلطید بنامه چوب در سخت میزدم پاچت میشکست. تو به عقلی کودک توی میبری حیوان؟ لباس حفظتا نگو بشین حیوان در بالای سر رنگ درخت راست نیست. با توی بردم گفتم کمتر رقص و بازی کنیم دخترک وقتش خوش شوه. خودت نگفتی دخترک بر؟ به عقل من گفتم که توی بر رقص و بازی کنن خورسندی کنن، نگفتم این قطعی مافیا بر تیر شپا کنن. رفیق چارچشم ما خطا کردیم. البته در همه توی مافیا اومده تیرپرانی میکنه. مرا مسخره کرده ایستاده ای. از کجا دانم که در توی تیرپرانی میشود؟ تا آخری توی ما صدای تیر گوش کردیم با بالای سرمون تیر گذشته است. این باشه اومده بعد سفسطه میخونه. بابای زنک صحبت کردی؟ زنک؟ ها زنک موزرده. پدر دختر رو میشناسد کو؟ زن درست زن یافتم اون زن رو با او بسیار صحبت کردیم. یا خدایا چی صحبت کرده؟ پدر دختر کی بوده است؟ با او زن چی صحبت کردیم؟ من با وای زن صحبت داشتم که تو زنگ زدی تیر برای هست گفتی من ترسیدم باز با سومن چیزی میشد گفته سر و سومن شده وای زن رو تنها گذاشتم و آمدم. یعنی خلاصه امروز هیچ کار نکردم هیچ چیز رو نفهمیدم گفتنیه؟ من از آن زن هیچ چیز نفهمیدم، اما اون زن رو تکرارا پیدا کرده برای یافتن پدر سومن راضی کردن لازم، چون که در دست ما اگر فوتوروباتش باشد امکانیتمون برای یافتن پدر سومن وسیع‌تر میشود. بله بسیار راحت شدم. سلامت باش برادر. حیوان تو گپی مرا مسخره کرده است که نه عصبی لیمیت وایران کردی. برو خونه ما برو که زمین چوره در میز سرت میزنم. برو سلامت باش. میروم کاری که بزیمت بود نکردی باز اومده قرض را از من میگیری. شوکت به خوبی برو.